حبیبیه لیسه‌ای که سرنوشت آینده 4 رئیس جمهور افغانستان را رقم زد، حالا در چنین وضعیت قرار دارد. شیشه های شکسته، سنگ های افتاده و دروازه های فرسوده حاصل چندین زلزله و حملات انتحاری نزدیک این مکتب است. محمد داود خان، دکتر نجیب الله احمدزی، حامد کرزی و محمد اشرف غنی رؤسای جمهوری اند که اساس آینده آنها در همین جا گذاشته شده است. حالا برای بازسازی این مکتب روزنه امید باز شده است. هند که 113 سال قبل تهدابگذار این مکتب بود، حالا دوباره دست به کار شده تا لیسه حبیبیه را به یک محل نسبتاً معیاری برای آموزش مبدل سازد. منپریت وهرا، سفیر هند در افغانستان. ما خرسند هستیم که به مقدار $1 میلیون را برای مدت 10 سال در بخش ارتقای ظرفیت استادان، زیربناها و دیگر همکاری‌های مربوط به این مکتب اختصاص داده‌ایم. حالا سید شاه لالا بکولی، مدیر این لیسه هم امیدوار است که پس از این همکاری‌های هند تغییر در سیستم درسی و ساختمان این مکتب رونما گردد. در تمام عرصه‌هایی که مشکل مکتب مطرح بود، مثلا در قسمت آبیاری سرسبزی مکتب، در قسمت فعال شدن صنوف کامپیوتر، در قسمت فعال شدن لابراتوارها که فعال هم بود بهتر و خوبتر فعال میشه. مشکل مکتب از این نگاه با کلی رفع میشه. روزانه 8000 متعلم در لیسه حبیبیه آموزش میبینند و این هم بعید نیست که تاریخ تکرار شده و یکی از آنان باز هم رهبر آینده افغانستان گردد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.